اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریش. ایلافهم الفتی که رحلت الشتاء در سفرهای زمستانی و صیف در تابستانی. فلیعبدوا، پس باید عبادت کند رب هذا البیت، پروردگار این خانه را که مکه شریف است. الذی، کسانی که الذی، آن ذاتی که اطعمهم، غذا دادشان را من جوع، از گرسنگی، و آمنهم، و امن و امنیت داد به ایشان من خوف، از خوف و بیم و ترس. لإیلاف قریش در چی هست که الله سبحانه و تعالی میگه که یک الفت باز این قریشی ها داشتن که الفتشان چی بود که یا دو سفر میکنن، دو سفر تجارتی داشتن. در زمستان به طرف یمن میرفتن. چرا یمن مناطق گرمسیر است. در زمستان سفر تجارتی میکنن به طرف یمن که گرمسیر است، و در تابستان سفر تجارتی میکنن به طرف کجا؟ به طرف شام که حال سوریه و فلسطین و اردن و لبنان، اینی منطقه را کلشانه بلاد شام میگفتن. بازیا به شام میرفتن چرا این منطقه سرد است. در تابستان به این منطقه میرفتن، در زمستان بودن. رحلت الشتاء و الصیف، شتا، زمستان و صیف. فلیعبدوا، پس میگه این مردم باید کی را عبادت بکنن؟ رب هذا البیت، پروردگار امی خانه را که در اونجا حفظش کرد، این خانه خود توسط لشکر کوچه خود، و آل ای پروردگار است که وقتی که مردم این خانه را دیدن و عظمت از این خانه دیدن، دیگه کسی طرف این منطقه و ترا سیلام نمیکرد. الذی، او ذاتی که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی مشکل بسیار بزرگ جهان بشریت در دو چیز است. یکی در کمبود امنیت است و یکی در کمبود اقتصاد است. پس الله میگه ما به اساس رحمت خود، یعنی برکت این خانه، اطراف از چی کردیم؟ اینجا امنیت است. هیچ کس اینجا دیگه تجاوز کسی بالای کس نمیکرد. و آمنهم من خوف، و اینا را اطعمهم من جوع، اقتصاد بسیار خوب برشان داد از هر طرف. همین الان که شما اگر در مکه مکرمه برین، صاحب کمی برای بخوای نان بخورینه، یک شب رفتیم که نان بخوریم، از این نان صاحب 10 ریال شروع، از 3 ریال شروع شده. یعنی یک غریب میتونه با 3 ریال که 60 افغانی بشه خوب نان بخوره، از 3 ریال شروع میشه تا 3000 ریال. این حال دیگه اگه اندیوال لکس تو آدم داشته باشه، باز بیاین میمان مرسی، باز میبری صاحب در یک هتل، خوراکای صاحب در یک هتل میری قابلی افغانی، در دیگه هتل میری که صاحب بنگلادیشی، هندی، فرانسوی، ایتالوی، مردم های از مالیزیایی، اندونزیایی، غذاهایی که عجیب و غریب دیگه صاحب خوردن یا چیز. و همه قسم وقتی که سهل میکنی و سبحان الله و آمنهم من خوف، امنیت. یک چیز ما یک جای مانده بود، رفتیم گفتیم حالا چطور کنیم سهل میکنیم که هم کتابای یک چیزایی یک جای یادم رفت، ما گفتم حالا اینجا مانده، گفتم نه کس قرار نمیگه بود بگیرش. صبح رفتیم قرار دادم اونجا ماندگی است. این حال الله این نعمت ها را که داد باید شکر از این نعمت ها را بکنن. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی الله میگه که اگر شما به دین الله قائم باشین، اگر شما ایمان درست داشته باشین و تقوای درست داشته باشین، امید دو نعمت الله براتان میده. نعمت امنیت براتان میده و امنیت چیزه؟ نعمت اقتصاد. چرا امنیت نیست؟ ایمان نیست. چرا اقتصاد نیست؟ دروازه های رحمت الله بسته هست. اگر ایمان باشه، صداقت باشه، دوستی باشه، برادری باشه، این حال مسلمان ها که از بین خود عوض که مسلمان برای مسلمان دیگه خدمت بکنه و مسلمان میگه نه راه بند، دروازه بند. ببین اقتصاد مسلمان ها از مسلمان دیگه، چرا یک مسلمان در جان مسلمان دیگه افتاده؟ چرا یک مسلمان انما المؤمنون اخوة از بین رفته؟ حالا چی شده؟ انما الافغانیون اخوة، انما الپاکستانیون اخوة. پاکستانی برادری است، افغانی نه، افغانی پاکستانی و افغانی مردمای مثلا فلسطین میگه یا برادر نیستن. چرا؟ انما المؤمنون اخوة آیت قرآن تطبیق نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم.
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت آية ندیدی أرأيت آیا ندیدی الذي آن کسی را که الذي آن کسی را که یکذب تکذیب می نمود یکذب تکذیب می نمود بالدین روز آخرت را بالدین روز آخرت را فذلك الذی فذلك الذي پس این همان کسی است که پس این همان کسی است که یدع الیتیم یدع الیتیم بسیار میران به اخلاق زشت یتیم را بسیار میران به اخلاق زشت یتیم را ولا یحض و تشویق نمیکرد دیگران را ولا یحض و تشویق نمیکرد دیگران را على طعام المسکین علی طعام المسکین به طعام دادن به مسکینان و طعام دادن به مسکینان فویل پس شدت عذاب است فویل پس شدت عذاب است للمصلین برای نمازگزاران للمصلین برای نمازگزاران الذین او نمازگزارانی که الذین او نمازگزاران که هم ایشان هم ایشان عن صلاتهم از نمازشان عن صلاتهم از نمازشان ساهون غافل هستند ساهون غافل هستند الذین آن اشخاصی که الذین آن اشخاصی که هم ایشان هم ایشان یراؤون ریاکاری میکنند یراؤون ریاکاری میکنند و یمنعون و منع میکنند و یمنعون و منع میکنند الماعون چیزهای کمکی را الماعون چیزهای کمکی را بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت آیا ندیدی الذی کسی را که یکذب دروغ می شمرد بالدین روز آخرت را فذلك الذی پس این همان شخص است یدع الیتیم که میراند به پیشانی ترشی یتیم را ولا یحض علی طعام المسکین و تشویق نمی کند مردم را به طعام دادن به مسکین ها فویل للمصلین پس هلاکت است برای نمازگزارانی که الذین آنان که هم ایشان عن صلاتهم از نمازشان ساهون غافل الذین آنان که هم ایشان یراؤون که خودنمایی میکنند و یمنعون الماعون و منع میکنند چیزهای کمکی را بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین آیا ندیدی شخصی را که یکذب و تکذیب میکرد بالدین روز آخرت را فذلك الذی یدع الیتیم پس آن شخصی است که میراند یتیم را به بسیار اخلاق زشت ولا یحض علی طعام المسکین و تشویق نمیکرد مردم را به طعام دادن به مسکین فویل للمصلین پس شدت عذاب است برای نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون آن نمازگزارانی که از نماز خود خبر نداشتند الذین هم یراؤون و با آن کسانی که ریاکاری میکنند و یمنعون الماعون و منع میکنند از چیزهای کمکی. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت آیا ندیدی الذی کسی را که یکذب تکذیب کرد بالدین امان روز آخرت را فذلك الذی پس این امان شخص است یدع الیتیم که به بسیار پیشانی ترشی یتیم را میراند ولا یحض و تشویق نمیکرد دیگران را علی طعام المسکین برای طعام دادن برای مساکین فویل پس عذاب شدید است للمصلین برای نمازگزارانی که الذین کسانی که هم عن صلاتهم ساهون بخبرند از نمازهایشان الذین کسانی که هم یراؤون ریاکاری میکنند و یمنعون و مانع میشوند الماعون برای چیزهای کمک کننده بسم الله الرحمن الرحیم.
ارأیت الذی آیا ندیدی کسی را که یکذب بالدین دروغ میپنداش روز آخرت را فذلک الذی پس این همان شخصی است که یدعو الیتیم میراند یتیم را بسیار بتندی و پیشانی ترشی فلا یحد و تشویق نمی کرد مردم را على طعام المسکین به طعام دادن به مساکین فویل للمصلین پس شدت عذاب است بر حال نمازگزاران الذین اون کسان یا نمازگزاران که هم که ایشان عن صلاتهم ساهون از نمازشان غافلن الذین هم جان یراؤون ریاکاری میکنن و یمنعون الماعون و منع میکنن از وسایل کمکی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت آیا ندیدی الذی کسی را که یکذب و تکذیب مینمود بالدین به روز آخرت فذلک الذی همان شخصی که یدعو الیتیم میراند یتیم را با بسیار اخلاق زشت ولا یحد و تشویق نمیکرد مردم را علی طعام المسکین به طعام دادن به مساکین و فقرا فویل پس شدت عذاب است للمصلین برای نمازگزاران الذین همان نمازگزاران که هم عن صلاتهم ساهون از نمازشان غافل و بخبر بودند الذین کسانی که هم یراؤون خودنمایی و ریاکاری می نمایند و یمنعون الماعون و مانع میکنند مردم را از اسباب کمکی ارأیت الذی یکذب بالدین میگه آیا شما دیدین کسایی را که تکذیب به دین میکنن اینا چی صفت دارن این کسایی که تکذیب به دین میکنن فذلک الذی یدعو الیتیم چون ای به دین و به روز به یوم الدین و به روز آخرت ایمان نداره وقتی که یک یتیم یک فقیر پیشش میایه ای دیگه سعی بوده و بسیار سختی و چیز برو فقط دروازه ما رو یافتی دیگه کس نیفتی تق 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 چی گپ است ها اینا را سبب چیز فذلک الذی ایوازی کم یتیمه که بیچاره که اموجه هست او را سرش دست بکشه یا برش بگه که خیر از بگینی پایین پی یا دار پی یک توتنان یا این یک لباس یا این فلانی فذلک ای چرا در مقابل یتیمی تو ظلم میکنه به خاطر ازی ظلم میکنه که چی هست به روز قیامت پس اولین علامت انسان هایی است که به این قیامت ایمان ندارن چرا اون 1000 پره در جیبک خود موندی مصرف کردی 10 پره برای یتیم موندی اینی 1000 پره که برای خود مصرف کردی به نفس خود ای رفت اونو 10 پره که تو برای یتیم موندی اون در دفتر اعمال تو ثبت است در روز قیامت اینا لگی کسی ایمان به روز قیامت داشته باشه اگر 1000 پره برای خود مصرف کرد یک 50 پره برای یتیم و مسکین یا پا هم مصرف میکنه فذلک الذی ولا یحض علی طعام المسکین دیگه از صفت هم انسان های بی ایمان چی است که با طعام دادن مسکین ها مردم تشویق نمیکنه سعی اینجا نگفته که خودش نمیده میشه یک نفر بگه من خودم ندارم پیسه میگه تو پیسه نداشتی چرا تشویق نکردی چرا پدرت تشویق نکردی پدر جان خیر از من می برای زمین یتیم هم یک جور کالا بگی پدر بر ما بوتای لوکس 600 700 روپیه گرفتی چرا اونو سعی کنی بیچاره یک پایش لچ از برازم یک 50 روپیه ها چبلق لیلامی خو بگی یک بوت لیلامی خو بگی 50 روپیه برای بچه خود یگان تا است نه برای بچه بگو تو خودم کالا بردی این از این کالای برات میگه این بوت چه خودم بوت بردی اون میگه اون مرا بر در گل بهار سنتر از اینی بوتای بسیار هم لوکس نو آمده از این برو بگه چند است 2500 2800 بچه یک کسی کنید 2800 اونجا یک طفلک یتیم است یک غریب است میگه یک 10 روپیه بده این انسانه که به روز آخرت باور نداره میگه اینال فکر کو کسی که تشویق نمیکنه تو جزا را داره کسی که خودش داره و نمیده جزایش چی است بسیار سخت است فویل للمصلین پس میگه شدت عذاب است یا کندی از کندهای دوزخ است برای کی برای اون مسلمان هایی که این مسلمانی که باید نمازخوان باشن یعنی للمصلین یعنی المؤمنین الذین وجب علیهم الصلاة این شدت عذاب بر از اون مسلمان هایی هست که چی هستن که سر از اینا نماز چی هستن واجب است
پس چی است؟ میگه شدت الذین هم عن صلاتهم ساهون، که خودش نامش مسلمان است لکن از نماز خود چی است؟ بیخبر است. وقتی که یک سریال دید یادش میره نماز، یک فیلم که دید یادش میره، در گیم که مصروف شد خواهش نماز مسجد بیخی یادش رفته. میگه فویل للمصلین، پس شدت عذاب است برای گیم باز. این کسی که این موتروان، این مثلا کریکت باز، این مثلا فوتبالر که وقتی برش گفته میشه حی علی الصلاة حی علی الفلاح، این اونجا چی هسته؟ بیخبر است از نماز خود. بلکه انسان مسلمان اگر در سپورت هم بود فوراً مجاهد که گفت الله اکبر، الله بزرگ است، این توپی شده بسیار کوچک از بیارزش است، فوراً میگه بیای بیداری را میمانیم، نماز خدا میخوانیم، خیر از باز میم توپ بازی خدا میکنیم. در درس است میگه میریم نماز خدا میخوانیم، باز درس خدا دوام میدیم. پس فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسایی که از نماز خود چی هستن؟ بیخبر هستن، غافل هستن. چه قسم؟ غافل هستن از نماز. نماز میخوانی والا مسجدتان دروازه مسجد چه رنگ است؟ بسیاری کساس رنگ دروازه مسجد نمیفهمه. باز که مرد با سر قبرش اگان تا استاد میشه دیر که سرای او خدای دیو بخی، خدای دیو نبخی، به چیشی خدای او بخی. زلس کالا همسایه 10 سال همسایه شدم تا باری در پالی خود در مسجد ندیدیم. باز شهادت دروغ قول زور کس این گناه کبیره هست، شهادت دروغی. ترکس شهادت بده یک نفر که در نماز می و به عبادت الله می باشه، سر از او شهادت بده که ان شاء الله خوب آدم بود که اینه در نماز در سجده و در عبادت دیدمش. اینه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یکی از طوایفی که در روز قیامت در زیر سایه عرش الله می باشه جوانای مثل شما واره. رسول الله صلی الله علیه و آله که در زیر سایه عرش الله یک تعداد کسایی می باشن شاب نشأ فی عبادت الله، یک نوجوانی هست که از نوجوانی در چی هست؟ در عبادت الله هست. پرسانش کنی که خو یاسین خان نماز صبح چه وقت خوانده میشه؟ میگه والا استاد نماز صبح خو 15 کم 6 ماشاءالله پیشین از ما والا مسجد ما کس یک 15 میخوان. خو نماز دیگر چند است؟ صاحب 4 نیم است. شام چند بجه است؟ میگه صاحب شام کس نه چند دقیقه کم 7 بجه است. چند است؟ 6 5 دقیقه کم 6 بجه. نماز خفتن چند است؟ میگه صاحب 7 و نیم بجه است. اینا اگر تقسیم اوقات نماز 5 وقته بود بشد، الله سبحانه و تعالی میگه که این جوان در چی هست؟ نشأ فی عبادت الله. اینمی که شما ترجمه قرآن میخوانین، اینمی در حقیقت ترجمه قرآن چی است؟ نشأت از در چی؟ در عبادت الله. چون تلاوت کلام الله فهمیدن معناش است. و دیگه خوبیش است که میگه دیگه چی است؟ میگه کسی که قلبش معلق با مسجد باشه، همیشه نمی فکر است چی تشویش داری؟ میگه والا تشویش نماز از پیشم نره، باز اون ساعت خود سهل میکنه. اینی معلق است. فهمید؟ یعنی معنای معلق چی است؟ که ساعت اوف والا 5 دقیقه به نماز، والا 10 دقیقه ماند، الان نماز از پیشم نره، الان زود وضو کنم. اوتو نیست که صاحب قرار خدا انداخت دیگه قصر که شروع کرد تو بیارم این چای و تو چالان کنم این چیزا ریموت. وقتی که او را گرفت یک وقت باز چی میگه او والا نزدیک است نماز قضا شد، تو بخیرم دیگر را بخوانیم که نزدیک است حال شما مازن بده. این فویل للمصلین، شدت عذاب است برازی. این حالا کسی که قلبش با مسجد است ایرام الله میگه در زیر روز قیامت در کجا میباشه؟ زیر سایه عرشش میباشه. الذین دیگه صفت از این مردم ها چی است؟ هم یراؤون، که صفتشان چی است؟ ریاکاری است. ریاکاری چی گپ است؟ والا بچه همه کن مرده بود، فلانی مرده بود، میگه چی کنم؟ الله خوب برنج پخته کن، مردم نشان بده او در ساداره. فهمیدی؟ الله نمیگه که الله خوشحال شوه، الله خوب اینه هم چشمی میکنم، الله به مردم نشان بده، الله پیسه قدر بکش بندل، باز برشان بگه اینه دیدی لالایی دانه که یک پیسه من به اسقاط دادم، اما باز اگه دروازه شای غریب تق کنه باز من فهمیدی؟ یعنی غریب واقعی که بیه اونم مید دوانه. این حالی این ریاکار است. امیل در افغانستان روز 2 ریاکاری است، روز 3 ریاکاری است، شب جمعه ریاکاری است. فهمیدی؟ ای دو پیازه پخته میکنه برای از این تجار دو پیازه پخته میکنه برای از تجارای دیگه. غریب و مسکین چی میکنه؟ خوب یک چاق که تو گردنش کنده و رو باشه او رو میگه تو سوتا چوب بگی. فهمیدی؟ این دهان دروازه استاش کمی غریب یتیم زن بیوه کامد او رو بدوان. فهمیدی؟ یعنی الذین هم یراؤون کارشان چی است؟ ریاکاری است. اگر کدام وقتی که باز کدام گپ شد باز ببین دیگه در این نماز هم تو استاده است،
یگان جایی که چیز باشه. باز اگر نه که وقتی که تنها هست، چرا که یک طایفی که الله در زیر سایه عرش خود نگاه میکنه، یک نفری که میگه تنها باشه از ترس الله از قطرات اشک از چشمش جریان پیدا کنه. تنها از هیچ کس نمیبینیش، هیچ چیز ریا نمیکنه.